متر. شما وقتی داری رانندگی میکنی این صفحه کیلومتر رو نگاه میکنی دیگه، ببینی که سرعتت چقدره، دور موتورت چجوریه، کی دنده عوض بکنی. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه یه شتابی رو بسنجی، یه سرعتی رو بسنجی. برفرض توی فلان اتوبان میگن 110 کیلومتر برو، از اون بیشتر بری با سرعت بیشتری رانندگی بکنی، خب برات ممکنه حادثه پیش بیاد، اصلا پلیس میاد یقتو میگیره، گواهینامه‌تو میگیرن. یا اگه خیلی کندتر بری، خب ماشین پشت سری انقدر بوق میزنه که دیوونت میکنه. پس در نتیجه شتابی رو میسنجی و روی لول استانداردی میری. حالا این صفحه کیلومتر حکم همون میتر رو داره دیگه، یعنی کنتوره، داره به تو یه واحد اندازه‌گیری رو نشون میده، مثل همون متر، مثل همون متری که در آوردیم اول. یکی چیزی پرت کنه تو صورتت چیکار میکنی؟ دستتو میگیری بالا از صورتت محافظت کنی دیگه. یا مثلا بهت مشت بزنن، ضربه بزنن، خودتو منقبض میکنی کمتر دردت بگیره. یا از جای تاریک میای بیرون، چشماتو میبندی که نور چشماتو اذیت نکنه، یا اصلا در مواجهه با خورشید مثلا نور میتابه تو چشتو میبندی اذیت نشی. داری از بدنت محافظت میکنی. حالا این بدن ما یه باگی داره متاسفانه، اونم گوشمونه. خیلی جا شما دستت هم بذاری رو گوشت بازم آسیب میبینی. فرض کن بمب منفجر شده، دستتو بگیری رو گوشت بازم کر میشی، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون اون موج صوتی است که باعث تخریب میشه، باعث تخریب ساختمون میشه، باعث تخریب هر چیزی میشه. حالا ما اینجا یه چیزی داریم به اسم آستانه درد تو شنواییمون. 120 دسیبله، یعنی بالای 120 دسیبل ما ممکنه که کلا شنواییمون از دست بدیم یا اصلا آسیبای روانی جدی بشه. مثل چی؟ موتور هواپیما مثلا 120 دسیبله، مثلا صدای سینما 85 دسیبله، حرف زدن عادی ما یه چیزی حدود 50 تا 60 دسیبله. میبینید دیگه موتور جت 2 برابره و توی واحد اندازه‌گیری با دسیبل این خیلی وحشتناکه. حالا با هم دیگه بریم چند تا از این میترایی که تو کار مهندسی صدا به دردمون میخوره رو بررسی بکنیم، ببینیم اصلا اینا چیان، چیکارشون باید بکنیم، چجوری باید باهاشون کار بکنیم. بریم ببینیم بیایم. خب بیایم با هم دیگه چند تا از این میترایی که به دردمون میخوره رو خیلی کاربردی برامون با هم دیگه بررسی بکنیم. میتر خیلی مبحث مهمیه چون همیشه جلو چشمتونه. برای رکورد، برای میکستون حتما باید بدونید که چطور از میتر رو استفاده بکنید و بدونید که چطور اندازه‌گیری بکنید لول سیگنالتون. چندین دسته دارن میترها، من الان چند تاشو خیلی سریع میخوام بهتون توضیح بدم. یه مثال براتون بزنم. این درجه‌ای که روی سرنگ‌ها هست، پزشک میخواد برای شما یه چیزی رو تزریق بکنه. خب پزشک بر اساس اون درجه ها میاد یه دوزی از دارو رو تزریق میکنه برای ما. اینجا هم دقیقاً همینه. شما فرض کنید که مثلا میخواد یک دوزی از سیگنال رو تزریق بکنید. حالا این دوز تزریق کردن چیه؟ این در واقع همون لول بندی ماست و چیزی که تو میکس خیلی مهمه، تو رکورد خیلی مهمه و در واقع میتونیم بگیم که با اینا میتونیم ما گین استیجینگ بکنیم. ولی گین استیجینگ چیه؟ خیلی مبحث مهمیه، به شدت مهمه، مخصوصا توی میکس. اگه میخواید بدونید گین استیجینگ چیه حتما برام کامنت بذارید که یه ویدیوی جدا براش بسازم، شاید هم چند تا ویدیو، چون خیلی طولانی خواهد بود. دسته اولی میترایی که این بالا دارید میبینید بهش میگن ویو میتر. حتما توی دستگاه‌های آنالوگ دیدیدشون. یه نیدل دارن، در واقع یک سوزن دارن، یک درجه بندی دارن از 0 تا -3 که ما اینطوری میتونیم سیگنال اندازه بگیریم. تاریخچه‌اش برمیگرده به 1940 وقتی که کمپانی به اسم بل لبز اومد اینا رو ساخت و یه استانداردی رو به وجود آورد و کمپانی‌های بزرگی مثل NBC و CBS اومدن توی برادکستاشون و توی رادیوهاشون از این استفاده کردن و استاندارد سازی کردن. در واقع همونطور که الان مثلا میبینید توی اسپاتیفای همه چیز یک دست و یک لوله. چرا؟ چون اینا اومدن از یک لیمیتر استفاده کردن و در واقع اومدن یک استاندارد سازی کردن. توی یوتیوب هم همینطور، توی تمام پلتفرم‌های موزیک و استریمینگ اصلا این اتفاق داره میفته. دسته دومی از میترها که الان میخوام براتون بگم، این پایین دارید میبینید دیگه، به صورت DBFS کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیجیتال فول اسکیل، یعنی کاملا میان این سیگنال ها رو بررسی میکنن، تمام این پوینت ها رو، تمام این نقاط رو. حالا من اینو بعدا براتون توضیح میدم که یعنی چی تمام این نقاط و تمام این پوینت ها. فعلا تا همینجاشو بدونید و از توش یک پیکی رو در میارن. یعنی چی؟ یعنی که میان بالاترین حد سیگنال و پایین ترین حد سیگنال رو اندازه گیری میکنن و به ما میگن که چه اتفاقی داره میفته. حالا ما گفتیم بالاترین و پایین ترین، یعنی چی؟ یعنی اینجا نگاه کنید مثلا 0 - 60. خب حالا از 0 بالاتر هم میره ها، ولی شما تصور بکنید که یه همچین اسکیلی رو از سیگنال میارن و به شما میگن که دقیقاً الان پیک کجاست.
به فرض چی؟ من میخوام الان این قسمت از درامز رو پلی بکنم، بشنویم با هم دیگه. ببینید اینجا من اگه اینو مثلا به 0 برسونم، اینجا الان داریم پیک میدیم، در واقع داره دیستورت میشه سیگنال ما. خب این اتفاق موقع رکورد اصلا نباید بیفته. پس ما میگیم از اینجا حجم سیگنال رو کم میکنیم، اندازه گیری داریم میکنیم که به یک لول استانداردی برسیم، به چیزی که میخوایم. مثلا اینجا توی پیک میترمون داریم منفی 7 و 11 رو میبینیم که بالاترینه در واقع. خب توی ویو میترمون چی؟ داره دیستورت میشه سیگنال. چرا؟ چون اینا لول های متفاوتی رو دارن اندازه گیری میکنن. به فرض RMS میاد یه اوریجی از این رو میگیره، در واقع یک میانگینی از این DBFS رو میگیره و اندازه گیری میکنه. تو هر DAW شما میتونید کار بکنید. مثلا اگه رایت کلیک بکنید اینجا میتونید پیک RMS رو عوض بکنید یا میزان سنجشش رو در واقع عوض بکنید. ببینید الان من اینو مثلا کمترش بکنم، همونطوری که میبینید اینجا منفی 9 و ویو میتر ما داره تقریبا به 0 میرسه. خب این حالتهای مختلف اندازه گیریه. حالا من اینجا این پلاگین قابلیت اینو داره که ما اینجا بتونیم عوضش بکنیم. مثلا اگه من بذارمش اینجا روی پیک، همین اتفاقی که اینجا داره میفته اینجا هم داره میفته. داره منفی 10 رو نشون میده، هم تقریبا. حالا این به صورت دیجیتال داره یه ذره دقیق تر به ما نشون میده، منفی 9.60، ولی این خب چون نیدله زیاد نمیتونه دقیق به ما نشون بده. یا اگه من بذارمش رو RMS ببینید چه اتفاقی میفته. RMS چون داره اوریج رو اندازه میگیره، خیلی تنبلتره این پیک، خیلی در واقع این سنجش کندتریه و قاعدتاً متفاوت هم هست با این یکی. همینطور دوباره اگه برش کردیم رو حالت ویو، میبینید که فرق میکنم با هم دیگه. حالا میزانه اندازه‌گیری دیگه هم داریم، مثلا لافز که خیلی خیلی مهمه. اگه میخواید بدونید لافز چیه، LUFS، حتما بهم بگید، کامنت بذارید دوباره که یک ویدیو دیگه راجع به اون هم بسازم. خوب این بود خیلی مختصر راجع به میترها. ببینید قرار نبود که الان من بیام مثلا میکس رو توضیح بدم، من فقط خواستم که میترها رو توضیح بدم براتون. حالا بعدا میرسیم به اون جایی که میخوایم توضیحات بیشتری بدیم، ببینید که اصلا چجوری باید میکس بکنیم کارا رو. به فرض باید مثلا درامز رو چجوری میکس بکنیم، اونا رو بعدا توضیح میدم. فعلا در حد این که بدونید میترها چیه، چشمتون بهش عادت بکنه، آشنا باشید. یه توضیحات مختصری رو دادیم. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگر که خوشتون اومد و براتون جذاب بود و تونستید چیزی ازش یاد بگیرید، با دوستاتونم به اشتراک بگذارید. حتما ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. کامنت حتما بذارید. میبینمتون.